سنگ قبر رو ببینید، این دیگه کاملا بکره، درسته؟ و اینجا هم اگر ببینید یه حفاری انجام شده، اینجا هم ببینید حفاری کاملا مشخصه که اینجا یک قبرستان باستانی و قدیمیه، درست اسلامیه اما قدیمیه. حالا سیخ زنی رو شروع می‌کنیم. چیزی رو بهتون بگم، سیخ زنی معجزه نمی‌کنه براتون، این یک روش هست در دفینه یابی. همین به خصوص در اوایل بهار، فصل بهار، زمانی که زمین مرطوب هست، اون موقع میتونی بهتر سیخ زنی رو انجام بدی. 1 2 3. ببینید دوستان عزیز، الان دقیقاً این سیخ به سنگ قبر برخورد کرد. از صداش مشخصه، بالا پایین کنید. ببینید کاملا صدای قبر میاد. حالا ما وسط دو تا سنگ قبر قرار گرفتیم، یه نیم متر میایم اینورتر هم میزنیم. 1 2 3. همون دیگه به سنگ قبر برخورد کرد. ببینید این قبر یه قبر اسلامیه که در نیم متری 60 سانتی متری، بیارید بیرون سیخ رو حدودا مشخص بشه چند سانتی متری رفته داخل. ببینید حدودا 40 سانتی متر. در 40 سانتی متری اینجا ما با سنگ قبر دوره اسلامی میرسیم. در بعضی از جاها قبرها تا 80 سانتی متری، 1 متری هم میره. حالا اینکه چرا ما از میلگرد آجدار استفاده میکنیم الان خدمتتون عرض میکنم. میخوام اینجا رو براتون شبیه سازی کنم، یعنی از یک سفال استفاده کنم تا این روش رو بهتون آموزش بدم. سفال رو میذاریم این قسمت، اینجا میذاریم خاک میذاریم روش. ما اینجا رو شبیه سازی کردیم، سفال رو گذاشتیم در قسمت پایین، روش خاک گذاشتیم. از دوستان میخوایم که عملیات سیخ زنی رو انجام بدن. 1 2 3. خب ببینید سفالی که در قسمت پایین ما قرار دادیم توسط سیخ شکسته شده، درسته؟ حالا این سیخ آجدار مقداری از سفال رو همراه خودش به بیرون منتقل میکنه. زمانی که ما میگیم از سیخ صاف استفاده کنی که فقط برای قبر باشه، راحت تره، آره، اما برای اینکه ما بفهمیم که در اینجا سفالی وجود داره، حتما باید از سیخ آجدار استفاده کنید. سیخ رو بیارید بیرون، بیارید جلو، بیارید جلوی دوربین. ببینید بچه عزیز، کاملا اینجا قرمزیه. یه لحظه صبر کنید، دوربین نگاه کنید، قرمزی کامل سفال روی بدن جا مونده، درسته؟ ببینید، بچرخونید، ببینید کاملا مشخص.